خوانا سلام علیکم نغزی خواهر جان خوبی سازی تنجی موی سر میخرم موی سر نداری؟ اکا دکتر سر خدمون نیست با ایگو جاشو بودم مهمی اومده نه من نمیگم بازی سر تبو کم بته اگه خانه را باشه جمع کردگی ندارم اکا ندارم این خیلی اگه نیستن نه نیستن یا باید پیوله نمیتونی آب بخورم آزینه مردم خوشرو دب نمیدنن قطعی ها خواهر جان همونه بسیار خوبه آواتون خونه که؟ آه یه خواهر جانه رحمت کلام خواهر جان بسم الله الرحمن الرحیم خدا را شکر رحمت کلام خواهر جان میگم یا که نسته اگه اونجا خواهر نه هیچی نیسته از بودکه هم جمع کردگی نه میشه نه نیسته اما الان مایل من نخواه خدا نکرم بیا موی سر میخرم موی سر موی سر نداره تو چطوری دیگه بچه؟ نویشه سال زده درسات ساله؟ خونده ایست یخی؟ های نگاه کدن با همی با های دیگه قبطانه ولی باید بیم دست سر بزن روزنامه پوزومت دست سر بزن دادا جون مالا یکم ولی میخره ولی؟ ولی که خیلی با ولی؟ او همسایه مونه کو اکه اومه جون اومه جون؟ چو کده؟ همون ولیکای زور آوردگی نمیخره من ولیکای زور؟ تو چو میکنی ولیکوزی؟ ولی تو بخوام کمتر بسواد شد؟ با ولیک بخریدن نمیگیری چی؟ اولاد کی؟ موی سر بگیره موی سر یه دیوونه کدگه مرا همین مویسر خبر دو یک دو ده برام مویسر میخره همین در فرش کی بیا فرش کی بیا مرا این دیوونه کدگه دیوونه خود پایین خود دیوونه یا بار بیو تو دو بار بیو سه بار بیو ده بار نه یه سازی تیجی خونگی ها هستن سازن بیا اینجا بیا اولاد بیا اینجا بیا مویسر بخر اولاد نزده بیا اینجا سلام علیکم و علیکم السلام بیا حالی بسیار خوش رو بوده آدم های همین بوش بوی خوش رو السلام علیکم اولاد نزده سازی تیجی مویسر دارید مبارک شما موی سر میخریم موی سر خدا پروردگار با مراد مقصداتون رسیتون و همه حولیات و عین زیبا و خوشرو شود میسری بسیار پیدا کنیتون و من همه درخت و کلان شود گفتنی هم که همه چی مراد مقصد داره با مراد مقصدتون رسی اولاد مویسر کفت استی گفتی میگم که حولیت خوشرو بوده حولی خوشرو چش نکنی بیا سو چمود بزر توفتی سخته استغفر الله گوی اولاده همین مرا گوش کن ما پشتام و تازه ما را کسی بنیتی بد نگاه میکنه یا جاش در میبرانن نه که همین چشمات چکل جادو داری ما چود خدا کسی جادو کرده گیاه تابی گوش کن ما خدا تا این همین خونه یک روز چند بار موی سرخری نیود اکا خونه خود یکم بار آمدم یکم بار ما نمیجه سیم باره تو داری مرا کت کدیسی موی سر میخوام یه برادر توافق تا موی سر در کنن اوه قایچی داری؟ قایچی؟ ها چه میکنم قایچی؟ داری قایچی؟ ما پاری ما خیلی نیستم من موی سر میخوام خیلی خیلی یا مرده که بوز بلا اونو بری تا کار کنی بعد بخری بگردی موی سر میخره دیوونه ممکنی خیلی یه بیا اکا نمیخوره تو من نصیحت نکن همین کار نیست بیا دقیقه بخشت همون اینجا ما بخشت هم اینجا مغازینه میدونم ما اون مغازین که چند بار گذاشتم برو همجا جلد بخر بیار جلد هم میدونی برش گره؟ ها چه میکنی؟ برو هم جلد بخر بیار ها هر یا باری کیمیای کو یا جلتی بخر بیار این هم موی سر ما 100 گرم در کورتای 200 گرم در کورتای این موی سر ما تراشته بردن بیا اماکی ما دم موی سر دختر در کره موی سر پرخر نیست سلام علیکم دکتر جان علیکم السلام یوری تاجیلی همینجا ده؟ بله مرحمت ممکن؟ چی بله؟ شنه دکتر جان لبای ما توی کدم یه مبارک شود رحمت بعد همین تویام یه پرابلم پیدا شده چی پرابلم؟ همین چشمم نمیبینه بیزی آزیر مرا میبینید؟ ای دکتر جان شما را خوشو میبینه مرا خوشو میبینه انا یه حرف رو میبینید؟ یو را هم میبینم دکتر جان بعد شما چی را نمیبینید؟ پولا نمیبینم پولا تویتون چند قدر شد؟ نه قریب یک ماه خواهر جان همین بسیاری ها توی میکنن که بعد توی 1 سال 2 سال یا خیلیش 3 سال پولا نمیبینه
هیچ گپ نه این راهش هست من حاضر یک تابلت میتیم شما با همون تابلت رو میخورید بعد پلا میبینم آخری انا باش هم خوب میرید کو به حضور در خوات خواهر جان یک نمود پلا را میبینی که در حیات دیدگی نیستی اینک دوستان عزیز سوال نوبتی به برادر عزیز هنرمند شناخته هجنگار شناخته جورخان سفروف اکنون میفهمیم که با والدینش چی خدمت کرده است رفتیم السلام علیکم و علیکم السلام. اکا جورخان عزیز سلام علیکم برنامه ما نام دارد میدونی یا نه والدین از تو راضی است ما یک کار میکنیم اکا جون خب حاضر شما میدونین که همین والدین شما از والدین کی در حیات هست مادر پدر گذشتن پدرم گذشت اکا جون خان یا باید شما میدونین که همین والدینتون در کدام حالت از شما راضی شده بودن با خیالم در یادم نیست در یادم ندارم مادر در همه حالت با خیالم از همین فرزندش راضی میشم سلامت باشه البته همه حالت لیکن روزش میشم که یک روزی که مثلا ای سیف کردید هم روز مادر راضی میشن بازی خیلی میکنین شما زنگ میزنین رقم مادرتون هست زنگ میزنین مادر هم میپرسین که روزی خوشبخت‌ترینه که همون روزی که از من بسیار راضی بودی کدام روز بود مادر انا به همین خاطر من در شما 20 ثانیه میتونم در تلفن خطاب میذارم یا که مادرتون در یا شیرینی خب اکا کنی از زنگ زنین مادر زنگ ایرک دوستان عزیز مخلصان بسیار عزیز گرامی قدر همه شما میدونید که جورخان سفروف یکی از هنرمندان بهترین هجویی بهترین هستند همراه ما همکار هستن و ایشون در تئاتر استودیو شکرخند هنری بالای برادرم میدونیم و حالا زنگ میزنن یعنی که میشنویم مادر چی میگه او اوچا جون سلام علیکم اوچا جونی ما چه اوچا جونی ما سوزی اوچا جون یا سوالا کنم بهتون ده کامیرا خوشتو جواب ته همی کدام وقت ایما ای همه روزی خوشبختانه که ایما روزی بودی کدام وقت یک روزی که خرسند شدگی اوچا جون کدام روز امروز کدام کوره که مثلا ما ده همون روزکی که مثلا ما اومدیم با قشلاق اومدیم با کنگرت همون روزکو را یکم کیلو گوشت آوردم یکم چی آوردم کدام روزک شاد همین وای همین روزی همه خوشبختترین روزی همین خوشبختی ها ای که همیشه روزی ای ماچا جانا سلامت باشی مادر جانی ما سلامت باشی سلامت باشی در حق ما دو کوچه جانی ما اینم جا سعی جان شتگی اینم جا یک برنامه که در اینجا شتگی گفت که موچه تا تو زنگ بزن ایتو روزی هست یا نیست ماشاءالله مادر جانی ما همیشه ما روزی هست سلامت باشی خدا نگهدارتون باشه آمین سبابتون باشه خودتون نکنه سربلند باشه دستی کم نگیرین هرگی دستتون پلو کامتون صف باشه الله اکبر ای هزار رحمت بچه جانی من خداوند تبارک تعالی شما رو هم نگهبان باشه بچه جان گم نیست زنده باشی رحمتی کلون بچه جان گم نیست هزار رحمت ایران مختصر عزیز میگوید که بهشت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است البته همه شما ما و شما میدونیم که مادر بهترین نعمت است مادر آفریدگار زمینی خدای مجازی است البته همه حالت مادر والدین است ولیکن مادر همه وقت دوستدار فرزند رو در نکویی فرزند خلاف اکا جلفان سلامت باشی اکا البته دای ایرا در پرش یه دیگه میمونی مادر هم میبری مادر نصیب باشد میتونیم شما نصیب خداوند برکت در کسب و کارتون تیم برنامه‌تون یا برنامه اشاره که تمام مردم تاجیکستان و غریب بچه‌ها همه تماشا کنن سلامت باشید خداوند نگهبان خب دوستان عزیز اکنون امروز نوبتی فقط برادران بوده است برادرانی که سوداگر هستند می‌دونیم پیش یک برادر دیگر با نام اکبر رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بکر خیر الله بکر شیطان السلام علیکم اکبر جان شما نزدیک اینجا دست مبارک شما را گیریم سلامتی خوبه اکبر جان کار برو چه خلای زندگی هم مسوزه
خانگاه ما خوبه، والدین پدر مادر خوبه، زنده باشی برادر عزیز. به کس کار شما برکت، در دکانتون برکت. خب ما یک برنامه با نام آیا میدونی والدین از تو راضی هستند؟ الان خیلی برنامه داریم در سامانه یوتیوب ما. خب میخواستم از یک سوال کنم اکبر جان. البته انسان در زندگی یک کاری میکنه که خودش از خودش راضی میشه و مثلا اطرافیان هم از او راضی میشه، نه همین است. همین تو میدونی کی همین والدین چی پدر چی مادر کدامش نباشن از تو یک سخت راضی شدن. البته راضیان همه وقت، لیکن یک کاری میکنه که بسیار همون روز خوشنود میشن. همین را میدونی؟ اینا برادر جان سوال جواب نداریم. این سوال جواب نداری؟ نباشه واریانت دیگر داریم که با مادر عزیز یا پدر کدامش باشه زنگ میزنی میپرسی سلام علیک و میگه که انا پدر جان یا مادر جان شما کدام روز از من همین روزی شدگنده میشه که یک روزی که خاطرمون است. مرا تلفن داشته باشه اگر زنگ زن برادر عزیز با ما یک چیز دیگر فراموش نکنیم که ما 20 سامانی به شما تحفه میدیم. یا در تلفن مادر میپرسی یا در تلفن خودت. پدر از زنگ نمیشه. مایل پدر زنگ زنه درسته. اکبر جان برادر عزیزی ماست. همین شما در همین زندگی از من راضی هستین؟ ها که گفتن که همین یک روزش کدام بوده که خاطرمون است. گرام کی مونم؟ ها گرام کی موشه. بله. سلام علیکم دادا جون. شما نهستین؟ دادا جون یه سوال بود. خب همین کدام روز ایمان روزی بودید؟ مثلا من هوا شما روزی هستم. تو که من کم روزی هستم. نه کدام روز همون روزی روزگیتون همون روز شما فامیلی مو. من هوا روزی هستم. شما میگه که شما کم روزی هستی. میگه که کی نوروزی؟ کی نوروزی هستم؟ کنی پرس برای چی نوروزی هستن؟ برای چی شما نوروزی؟ اما شما گفتن سهر گوش میوره شما خونه اون آورده. سلامات باشه پدر عزیز در حق ما خوب باشه. سلامات. جورا انا برادر مخلصان عزیز هستند. من برادر قدردانی ما اکبر جان نام دارن. بسیار بچه خوب است، انسانی خوب است، پدرش هم انسانی خوب هستن. خدا برکت یا در کسب کار شما. برادر حاضر من 20 میگذرونم در بالای همون بر جورا پدر دته. بیا از کارگردان خواهش میکنم این تازه ویا این تازه جورا توفه برای سلام باشه برای کار رفتیم دوامش